أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن الله اختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون بفرحنا ويحزنون بحزننا. با مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام میبینیم که اهل بیت روحی لهم الفدا ترغیب میکنند شیعیان واقعی رو، محبین واقعی اهل بیت رو، به اینکه روزهایی که روز غصه بوده و غم بوده برای اهل بیت، شیعیانشون هم باید اون روز رو غصه دار باشن، و روزهایی که روز شادی بوده برای اهل بیت، شیعیانشون هم اون روز رو روز شادی قرار بدن. این که امیر المؤمنین روحی له الفدا میگه خداوند متعال ان الله اختار لنا شیعه ینصروننا، خدا شیعیانی رو برای ما قرار داده، ما رو یاری میکنند. یا امیر المؤمنین، در چه چیزی شیعیان شما رو یاری میکنند؟ فرمود یفرحون لفرحنا، شاد میشن اون روزایی که ما شادیم. یا امام رضا علیه السلام فرمود ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. اگر میخوای فردای قیامت خداوند متعال اون جایگاه رو به تو بده که در نزد ما باشی، روز قیامت جایگاهت نزد ما باشه، روزهای غم ما رو غم بدار، روزهای شادی رو شادی کن. فرمود بله امام. قال نعم. امام فرمود اتجلسون و تحدثون، می نشینید سخن می گویید؟ فرمود نعم بله، می نشینیم سخن می گوییم. یعنی آیا مجالسی رو می گیرید که در مورد ما صحبت کنید؟ آیا وقتی با هم گفتگو می کنید از اهل بیت سخن می گویید؟ جواب داد بله. بعد امام فرمود ان تلک المجالس احبها، من اون مجالس رو دوست دارم. رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند آنهایی که نام ما رو زنده نگه می دارن. یا امام رضا علیه السلام فرمود من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، کسی که در مجلسی می نشیند یاد ما می کند، فردا که همه خوف دارن، فردا که همه می ترسن، فردا همه کسانی که چشمهاشون بشارت نمی دهد، قلبهاشون بشارت نمی دهد، این شخصی که در مجلسی که مربوط به ماست شرکت کرده و ابراز محبت و مودت کرده، فردای قیامت آگاهه، قلبش بهش بشارت میده.
نباید بگیم و نباید این کلام رو به کار ببریم که این مجالسی که برگزار می شود فایده اش چیست. نه تنها برگزاری مجالس کارایی دارد روز قیامت، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت. اولا در دنیا بچهاتون ساخته میشن، جوونا ساخته میشن. وقتی که موعظه میشنوند، وقتی که خطابه رو گوش میدن، مطالبی که خطیب از کلام اهل بیت براشون نقل میکنه، از آخرت براشون میگه، اینها عاقبت کارشون فکر میکنن که مبادا ما کاری انجام بدیم که فردای قیامت مشکل داشته باشیم. همین تربیت میکنه نسل جوان رو، کودکان رو آگاه میکند. یا افرادی که سن ازشون گذشته و آگاه نبودند، اینا ساخته میشن پی به معارف اهل بیت و حقانیت اهل بیت و کارهایی که تا حالا انجام داده آیا موافق با اون چیزی است که اهل بیت گفتند یا نه، آگاهی پیدا میکند به اون. نه تنها شرکت در مجالس که از کلام اهل بیت استفاده می شود، آرزو، صرف آرزوی این که ای کاش من بودم و خدمت می کردم به اهل بیت فردای قیامت، همین آرزو جواب میده، همین آرزو اجر داره، همین آرزو مزد داره. جابر ابن عبدالله انصاری اولین زائر کربلا بود. با عطیه اوفی وارد کربلا شد. اون جریانی که جریانش رو میدانید حتما مفصل است. آمد کنار فرات، غسل کرد، بهترین لباس رو پوشید، عطر به بدنش زد، آمد دستش رو گذاشت روی قبر سید الشهدا، 3 بار سلام کرد به سید الشهدا. وقتی جواب نشنید خطاب کرد یا جابر، چگونه توقع داری از کسی که سرش رو از بدنش جدا کردن جواب تو رو بدهند؟ روزه خونده رو قبر سید الشهدا. بعد جملاتی رو فرمودند. بعد خطاب به عطیه گفت یا عطیه، ما با امام حسین کنار لشکر امام حسین بودیم، ضد لشکر عمر بن سعد جنگیدیم، شمشیر زدیم، جانفشانی کردیم. وقتی این جمله رو گفت عطیه خیلی تعجب کرد. گفت جابر، ما که کربلا نبودیم، واقعه کربلا نبودیم، چگونه در رکاب سید الشهدا ما شمشیر زدیم؟ چگونه ما اجر شهدای کربلا رو میبریم؟ فرمود جابر خودم شنیدم از رسول خدا که فرمود قال یا عطیه سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. خودم شنیدم از رسول خدا که فرمود کسی که قومی رو دوست داشته باشد، خداوند متعال فردای قیامت او رو با همون قوم محشور می کند. و فرمود اگر کسی عمل قومی رو دوست داشته باشد، خداوند متعال با عمل اونها فردای قیامت او رو شریک می کند. بدان یا عطیه یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. نیت، صرف نیت این که ای کاش من در رکاب سید الشهدا بودم و مانند اصحاب سید الشهدا جانفشانی می کردم. بنا بر نقل رسول خدا، جابر هم از محبین اهل بیت است و هم کسی است که اجر و ثواب لشکر سید الشهدا رو برده به صرف نیت. چه برسد به برگزاری مراسم،
چه برسد به برگزاری مراسمی که یاد اهل بیت شود، چه فرح باشد چه حزن باشد. برای احیای نام اهل بیت رحم الله من احیا امرنا، یکیش همین برگزاری این مجالسه. اتجلسون و تحدثون انی احب تلک المجالس، من اون مجالس رو دوست دارم. اگر مجلسی برگزار شود و روایت دیگر رو یفرحون لفرحنا، آن مجلس هم برای شادی باشد، چرا که فرمود ان الله اختار لنا شیعه ینصروننا، ما رو یاری میکنن. یا امیر المؤمنین با چه کاری شما رو یاری کنیم؟ فرمود صرف شادی. یفرحون لفرحنا، پس رحم الله من احیا امرنا. اتجلسون و تحدثون، مجلس برگزار کنید. در اون مجلس چه باشد؟ قسمتی از مجالسی که برای اهل بیت است باید مجالس شاد باشد. یفرحون لفرحنا. ربیع الاول ماهی است که شیعیان اونو به عنوان ماه جشن و فرح در نظر میگیرن. دلیلش اینه، 8 ماه ربیع الاول روز شهادت امام عسکری روحی له الفداست و با شهادت امام عسکری امامت امام زمان روحی له الفدا شروع می شود. لذا اگر شیعیان از 9 ماه ربیع ایام جشن و سرورشان شروع می شود، دلیلش این است که از 9، چون 8 روز شهادت است، از 9 اعیاد شیعیان شروع می شود. در این ایام چه رخ داده است که قاطبه تشیع در این ایام فرح قرار می دهند؟ اولا 9 ربیع آغاز امامت امام زمان علیه السلام است. چرا جشن می گیریم؟ اولا می خواهیم اعلام کنیم امامت یکی از ائمه ما که خداوند متعال به عنوان آخرین امام او رو در غیبت قرار داده است، ولایتش این روزه. ثانیاً با شادی و فرح در این روز میخواهیم ابراز محبت کنیم و این ابراز محبت از قرآن گرفته شده است. رسول الله فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. یکی از موارد ابراز محبت به اهل بیت برگزاری مجالسی است که ذکر آنها می شود و اگر روز شادی باشد با شادی برگزار بشود، با فرح برگزار بشود. روز 10 ماه ربیع یا روز 12 بنابر اختلافی که در منابع تشیع هست روز ازدواج رسول اکرم با حضرت خدیجه سلام الله علیها است و روز 14 ماه ربیع الاول به درک رسیدن یزید ابن معاویه است. شما اگر بخواهید عظمت این روزها رو در شادی احساس کنید، برگردید به تاریخ. ببینید امیرالمؤمنین وقتی خبر دادن که قنفذ والی مدینه مالیات او رو بخشیده، چه فرمود؟ فرمود چرا والی مدینه مالیات قنفذ رو نبخشد؟ او بود که با غلاف شمشیر به فاطمه زهرا ضربه زد. امیرالمؤمنین چه میگوید؟ آن جگری که سوخته است از آن وقایعی که
به سر فاطمه زهرا آوردن و یکیش همین قرفد ملعون بود، داره از اون آه و ناله صحبت میکند که این همون کسی است که با غلاف شمشیر به متن فاطمه زهرا زد. یا وقتی زین العابدین مختار قیام کرد و آمدن خدمت زین العابدین، زین العابدین چه فرمود؟ گفت بگید ببینم از هرمله چه خبر، چون داغ علی اصغر دل اهل بیت رو سوزانده. لذا مرگ اینها روز فرح است، روز شادی است. و همچنین 17 ربیع الاول طبق روایات شیعه ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مگر در ایام حزن اهل بیت روحی لهم الفدا عکس العمل نشان ندادند؟ مگر اهل بیت در ایام فرح ابراز احساسات نکردند؟ سوال میکنم در واقعه دار که فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در قرار گرفت و بین در و دیوار قرار گرفت و محسنش سقط شد، آیا این روز غم اهل بیت نیست؟ روحی له الفدا از آنها وقتی غصب خلافت کردند و علی ابن ابی طالب رو خانه نشین کردند، فاطمه زهرا مگر اونها وقت ملاقات نخواستند؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها به اونها چه گفت؟ از خطمانی لاشکونکما، شکایت میکنم پیش خدا و رسول خدا. فاطمه زهرا ناراحتی خود رو ابراز کرد. اگر کسی که به اهل بیت ظلم کرده باشد، اگر کسی به فاطمه زهرا سلام الله علیها جسارت کرده باشد، اگر کسی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بین در و دیوار محسنش رو ساقط کرده باشد و ضربه به متن او وارد کرده و ضربه ها آنقدر کاری بوده که حضرت سلام الله علیها مریضه شد، اصبحت کالخیال، تمام گوشتهای بدنش آب شد. اگر کسانی که ظلم به فاطمه زهرا کرده باشند آثارشون و وجودشون از روی زمین برداشته شد، ما شیعیان در مقابل اون روز چه وظیفه ای داریم؟ باید شاد بشیم یا محزون بشیم؟ طبیعی است طبق روایات موجود یفرحون لفرحنا، آن کسی که ظلم کرده است به فاطمه زهرا، آن کسی که اون مصائب رو بر فاطمه زهرا ایجاد کرده است، وقتی اثرش از روی زمین برداشته شد، روز شادی اهل بیت است. یفرحون لفرحنا، شیعیان ما هم شاد باشند نسبت به اون روز. احمد ابن اسحاق قومی صاحب بهار علامه مجلسی رحمت الله علیه روایتی رو از این انسان بزرگ احمد ابن اسحاق قومی که شخصی بوده است بسیار مورد علاقه امام عسکری بوده، شخص پرهیزگار، مؤمن، متدین، امام جواد رو درک کرده، امام هادی رو درک کرده، امام عسکری رو درک کرده و توقیعاتی هم از امام زمان روحی له الفدا براش رسیده. نماینده ویژه امام در قوم بوده، مرجع وقت مراجعه مردم در قوم بوده و احمد ابن اسحاق کسی بوده است که وجوهات مردم رو در قوم جمع می کرده و خدمت امام می برده. این شخص یه روایتی رو نقل کرده و اون روایت مربوط به این روز است. من روایت رو ابتدا مضمونش رو بیان می کنم،
بعد خدمتتون عرض میکنم قوت این روایت در چه جهت است و تکلیف ما در مورد ابراز احساسات به اهل بیت چیست. احمد ابن اسحاق میفرماید که روزی خدمت امام عسکری رسیدم، امام عسکری رو دیدم در حالی جلوس کرده اند کسانی که در خانه هستند جامعه‌ای به تن کرده اند که نشان میدهد روز فرح و سرور است. و کان بین یدیه مجمره یحرق العود بنفسه، جلو امام منقلی بود که چوب خوشبو رو روی زغال گداخته میگذاشت. سوال کردم از امام عسکری روحی له الفدا، آقا جان مگر امروز چیزی رخ داده است احساس میکنم که در این روز و در این مکان فرح و سرور بپاست؟ ایشان فرمود پدرم علیه السلام نقل میکند که حذیفه نزد پیامبر اکرم بود. پیامبر اکرم روز 9 ربیع همراه با امیرالمؤمنین مشغول طعام بودن، حسنین رو صدا زدن، مشغول طعام بودن. فرمودن در این روز اعمال شیعیان ما قبول می شود، درستی کلام خدا آشکار می شود. در این روز فرعون زمان که به اهل بیت من ظلم کرده است از بین می رود و کسی که حق اهل بیت رو غصب کرده است از بین می رود. نفرین دخترم در این روز مستجاب می شود. من از خدا خواستم این روز رو سنت قرار بدهد، این روز رو آنقدر برتری دهد که سنت قرار بدهد. خداوند متعال ندا داد یا محمد این روز رو برای تو و اهل بیت عید قرار دادم و سوگند یاد کردند به کسی که این روز رو عید بگیرد ثواب میدهم، مانند ثواب کسانی که به دور عرش احاطه دارند. بعد بر اموالش افزون میکنم، رزق و روزی عیالش رو افزون میکنم. هر ساله از در این روز 100,000 شخص از شیعیان شما رو از آتش جهنم آزاد میکنم، اعمال اونها رو قبول میکنم و گناهانشون رو میبخشم. حذیفه میگوید زمان گذشت، رسول اکرم نبود. 9 ربیع وارد بر امیرالمؤمنین روحی له الفدا شدم. هنگامی که دشمنان حضرت زهرا از دنیا رفتند آمدم خدمت امیرالمؤمنین تبریک بگویم. حضرت به من گفت حذیفه یادت اون روز 9 ربیع پیامبر اکرم چه فرمود؟ بعد قضیه رو امیرالمؤمنین فرمودن. بعد امیرالمؤمنین فرمود یا حذیفه من برای این روز 72 اسم گذاشتم. بعد اینها رو فرمودن هذا یوم الاستراحه و یوم تنفیس الهم والغم والغدیر الثانی، یکی یکی شمردن. این روز روز استراحت، روزی است که غم می رود، روزی است که هم می رود. غدیر دوم است، مسلمان ها عید اصلیشون غدیر است و این روزی که اهل بیت آزاد می شوند از دشمنانشون و زمین از وجود اونها خالی می شود، اون روز روز شادی اونهاست.
آیا سوال میکنیم این خبری که نقل کرده است، این روایتی که احمد ابن اسحاق قومی نقل کرده و نقل میکند خبری رو که پیامبر اکرم از آینده 9 ربیع خبر میدهد که این روز روز عید شیعیان است، آیا خبر دیگری وجود دارد که بتوانیم این خبر رو قبول کنیم که پیامبر اکرم خبر از آینده داده باشد؟ اتفاقا پیامبر اکرم عامه نقل کردن و خاصه نقل میکنن وقایعی که بر سر فاطمه زهرا سلام الله علیها رخ خواهد داد رو خبر داده است. فرمود روزی رسول اکرم فاطمه زهرا وارد شد. وقتی وارد مجلس شد اشاره کردند به ظلمی که در حق اونها وارد خواهد شد، از جمله ظلمی که به فاطمه زهرا متوجه خواهد شد. حرمتش رو حفظ نمی کنند، جنینش رو سخت می کنند، پهلوش رو می شکنند و اون ندا می دهد وا محمدا، مرا خطاب می کند، کسی او رو کمک نمی کند. و این واقعه رخ داد، کسی فاطمه زهرا رو کمک نکرد. همانطور که وقوع 9 ربیع رو پیامبر بیان کرده است، واقعه حضرت رو هم بیان کرده. لذا این خبر یورش به خانه فاطمه زهرا و مصائب رو جوینی در فرائد السنتین نقل کرده، این شخص سنی. لذا تعجب نکنید که پیامبر اکرم، اولا پیامبر اکرم احاطه بر همه چیز دارد، هرچه قبل رخ میدهد هرچه بعد رخ میدهد، اما مأمور بودن بعض امور رو کشف نکنن، اما بعضی جاها صلاح میدیدن که امر رو بر مردم مکشوف کنن، از جمله بیان ظلمی که بر فاطمه زهرا و اهل بیت وارد خواهد شد و همچنین واقعی که در 9 ربیع موجب سرور شیعیان خواهد شد. روایتی که مربوط به 9 ربیع است، جناب مرحوم سید ابن طاووس میفرماید این روایت به عنوان عظیم الشأن وصف کرده و همچنین عمل به این روایت رو گروه زیادی، جماعت زیادی به اون عمل کردن و به این روایت اخذ کردن. مرحوم سید ابن طاووس میفرماید روایات فراوانی است که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده که دارای مضامینی است که در همین روایت وجود دارد. بسیاری از فقها در استحباب غسل 9 ربیع به این روایت تمسک کرده اند. اگر به این روایت هم ما اصلا کاری نداشته باشیم، ما برمیگردیم به روایاتی که در عزاداری و روایاتی که در فرح اهل بیت وارد شده است، در ایام سرور اهل بیت وارد شده است. کافی است که 9 ربیع رو که یکی از مواردش در روز 9 ربیع خالی شدن دشمن حضرت زهرا از روی زمین است، همین امر کفایت می کند که مردم این روز رو روز سرور قرار بدهند. چون یفرحون، مگر معقول است امیر المؤمنین در این روز شاد نباشد؟ مگر معقول است امام زمان روحی له الفدا در این روز شاد نباشد؟ یقینا شاد است، و به دلیل اینکه ظلمی که در حق فاطمه زهرا شد و امیر المؤمنین دستاش بسته بود، نمیتوانست کاری بکند. فرمود کنت امیرا و الیوم صرت مأمورا. فرمود لو استوت قدمای لغیرت اشیا. مگر معقول است علی ابن ابی طالب دشمن حضرت از بین برود شاد نشود؟
مگر امام زمان معقول است که این روز واقع شود و او شاد نشود؟ همانطور که اونها اهل بیت اسوه و قدوه ما در ایام فرح شاد می شوند، ما شاد می شویم. همان گونه که امام زین العابدین از هرمله سؤال می کند تا خبر از بین رفتن هرمله رو به او بدهند شاد بشود، ما هم هنگامی که عدو اهل بیت، عدو فاطمه زهرا از دنیا رفت شاد می شویم. وقتی که خبر دادن به امیرالمؤمنین، همونطور که امیرالمؤمنین سوال می کنند از او، آقا جان والی مالیات قنفذ رو بخشیده، امام از ته دل می سوزد، می گوید چرا کم نکند، چرا مالیات او رو نبخشد؟ او کسی بود که تازیانه زد به فاطمه. یعنی امیرالمؤمنین میخواد بگه جگر من رو سوزانده، جلو چشم من فاطمه من رو سیلی زدن، اما من دیگه نمیتوانستم. لو استوت قدمای لغیرت اشیاء کنت امیرا والیوم صرت مأمورا. ما موظفیم خلق و خوی اهل بیت و معالم اهل بیت رو به بچه هامون یاد بدیم. روز شادی اهل بیت شاد باشن، در ناراحتی ناراحت باشن، اما این مسئله هم باید رعایت شود. ما نماینده، ما شیعیان نماینده اهل بیتیم. مردم دیگر و ادیان دیگر وقتی ما رو میبینن به عنوان شاگردان امام صادق ما رو میشناسند. نباید کاری بکنیم که خدایی نکرده از مقام اهل بیت روحی لهم الفدا نقصی به اونها وارد بشه. نباید بگوییم تقیه برداشته شد. التقیه دینی و دین آبایی. تا روز قیامت ما موظفیم همون معالمی که اهل بیت به ما دادن، مثل همون معالم قدم به قدم گام برداریم و به دشمنمون بهانه ندیم و بچه هامون رو یاد بدیم خلق و خوی اهل بیت رو بگیرن و در شادی اونها شاد باشن و در غم اونها غم داشته باشن. طول کشید مجلس خب نباید مصیبت خوند، روز شادیه، ولی خب چه کنیم که فرمود مگر بنی امیه روز شادی بر ما گذاشتن؟ مگر بنی امیه گذاشتن فقطعوه اربا اربا فذبحوه من الورید الى الورید. امام زمان خیلی به مادرش علاقه داره حضرت زهرا. اجازه بدید 2-3 بیت فقط تبرکن بخوانم. زینب آمد جلو فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه نگاهی به مادر کرد. صدا زد مادر مادر چرا رنگ از رخ ماهت پریده، چرا خون از گریبانت شکیده، چرا دیگر نمی آید صدایت زینب جان؟ من بهت میگم چرا، چون مادرت رو بین در و دیوار قرار دادن، مادرت رو زینب جان سیلی زدن، محسنش رو سخت کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. بسمك العظیم الاعظم. کسی هست بخونه؟ بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا این اعمال را از ما قبول بفرما، ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده. این اعمال رو خالصانه از بانی این مجلس قبول بفرما، گناهان ما ببخش، فردای قیامت اهل بیت رو به فریادمون برسان،
توفیق بده که عاقبت به خیر شویم. امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.